دشت کدوم دشت؟ همون دشتی که خرگوش نداره. ای بچه صیاد به پایش تاب داره. ای بچه صیدم را زد، خرگوش دشتم را زد. خواب خرگوش به خواب یار میماند بنده. خواب خرگوش به خواب یار میماند بنده. بیا بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که آهو نداره. ای بچه صیاد به پایش تاب داره. ای بچه صیدم را بگیر، خرگوش دشتم را بگیر. آهوی کوم را بگیر، خال آهو به خال یار میماند بنده. خال آهو به خال یار میماند بنده. بیا بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که آقام تاب داره. ای بچه صیاد به پایش تاب داره. ای بچه صیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن. آهوی کوم را بزن، قمری باغم را بزن. چنگ اوپا به چنگ یاد ماند، چنگ اوپا به چنگ یاد ماند. خواب خرگوش به خواب یاد ماند، خال آهو به خواب یاد ماند. چرخ قومی به چرخ یاد ماند، چنگ اوپا به چنگ یاد ماند. خواب خرگوش به خواب یاد ماند، خال آهو به خواب یاد ماند. چرخ قومی به چرخ یاد گشتگی مردم هی هی، شامم نخوردم هی هی، رودم و خوردم هی. چی شد این شام؟ دستشون درد نکنه. حالا چرا اینقدر شلوغش بکنی ها؟ آخه من خیلی گرسنم. من واقعا نمیدونم اصلا چطوری تا حالا بدون نوچوفسکو زندگی میکردم. این که نوچوفسکو نبید. خب پس چیه؟ این غذا اسمش خلنجون نخود بید. خلنجون نخود بید. آخه ماهیتاً شبیه نوچوفسکوه. غذاهای برره‌ای ممکنه که در ظاهر یک شباهت‌هایی به هم داشته باشن، اما در محتوا با هم فرق کنن. دست شما درد نکنه، بسیار خوشمزه هست حتما که. چه کار وکنی ها؟ خلنجون نخود میخورم. این مگه نوچوفسکو بید؟ جایی نوگی آبرومون بره ها. نه خب من فکر کردم این نوچوفسکو میخورن. نه خوب گوش وکن و ببین این غذا رو چطور بخورن. این نخود رو داری بذاری این ور دستت. بله. خب با این ور دستت وزنی بخوری. خب باشه سرناز، ببین عصبانیت دن، ببین مامان چه خوب موندن، عصبانی نمیشن. حالا بگو چه جوری من بخورم. همینجوری که بگفتم. اینو برداری بذار اینجا. وزنی همین اینجوریه. این تاریخچه‌شم برگرده به زمان مغولا. بذار برات وکوام. آن زمان که مغولا حمله وکردن به برره، کف دستای اسیرا رو ترکه زدن. اسیرا نبتونستن با این ور دست غذا بخورن. نخودو بذاشتن این ور دست. فهمیدم. بسیار خوب. بعد این غذا امتیازم وداره. امتیاز داره؟ امتیاز چی داره؟ هر کسی که بیشتر سوتی در وکنه مجبوره تا یه هفته ظرفای خانه را وشوره. بسیار خوب. حالا ما پس بریم که این بره دست از این بری. سوتی در وکردی. خب من اولین بارم، شما بذار یه خورده من راه بیفتم. نه اینم باز اینم وشماریم. سوتی در وکردی. میگه سوتی در وکردی. چیه تا صحبت ظرف شستن و شد جرزنی وکنی ها. واه
از موقعی که سرناز از این خونه برفته خونه چقدر سوت و کور بر شده. از بسی دختر خودش شیطانی در میکرد. چقدر دلم برای شیطونی و شلوغ کردناش تنگ در رفت. میگم بابا خواهی بریم از این پسره پسش وگیریم؟ ای چه حرفیه وزنی بوا؟ بریم پسش وگیریم؟ نباشه، عجب غلطی کردم. بگوام نمیشه پسش وگیریم. میگم جلوم موات الکی خوشی در بکن که او اذیت نباشه. خوشی در بکن، خوشی در خوشی در بکن. میگم با چه لطیفه با مزه خودت در بکردی. لطیفه در بکردم. آخه این لطیفه تازه بید. میگم شادونه خانوم و خواهی برای شما هم لطیفه تازه در بکنم. نه حالش نبید و گوام ما که 3 نفر بیدیم چرا 4 تا بشقاب و کاسه آورده بیدیم؟ حواسم نبید. سحرنازم هم وحش مردم. ای بابا شادونه خانم گریه نبکن بابا، خونش نزدیک بید و تونی بری ببینیش. گریه نداره. با شما چرا گریه بکنی؟ مرد برره‌ای که گریه نبکنه. الان مهم این بید که سرناز خوشحال بیده و مرد که گریه نبکنه. خوشحالی بکنم. ببین تو داری از خوش اخلاقی و نجابت من سوء استفاده میکنی. خب این که طبیعی بید. طبیعی بید؟ کجاش طبیعی بید؟ آدم از نجابت شوهرش سوء استفاده کنه طبیعی بید؟ تو براره اگه این کارو نوکنی و گوان یارو خنگ بید. تو هم اگر من خوش اخلاق بیدم باید سوء استفاده بکنی. خب این کار بدیه. سوء استفاده کردن اصلا کار بدیه. کی وگوه که بد بید؟ کی وگوه؟ همه وگوهن. همه از خودشان حرف بیجا در وکنن. من از وقتی بچه بیدم همین بید. بوامم که بچه بید همین بید. بوهای بوامم که بچه بید همین بید. موهای موامم که بچه بید همین بید. تو یه برره‌ای به من نشان وده که سوء استفاده نکنه. یادم و یاد چند سال پیش یه برره‌ای بید که سوء استفاده نکرد. شبانه و بستنش به درخت. صبح دید و دیدیم گرگا و پلنگا و خوردنش. بابا من به رسم و رسومات شما کاری ندارم. ما هم واسه خودمون رسم و رسوماتی داریم. تو رسم ما سوء استفاده بده. اینه دروغ گفتن. هر جا بری دروغ گفتن بده. نه دروغ گفتن که بد نبید. اتفاقا خیلی هم خوب بید. تو برره هیچ کس پیدا نباشد که دروغ نبگوه. یه برره‌ای که دروغ نبگوه یه نخود عنکبوتو هم نبیرزه. فهمیدی؟ کشتین ما رو با این برره‌تون. کی میگه هر کاری برره‌یا میکنن درسته؟ اصلا من دلم میخواد با قاشق نخود بخورم. اصلا دلم میخواد با قاشق نخود بخورم. بیا نخورم. سرنا این کارا رو نکن، خیلی بده. آدم با شوهرش اینجوری رفتار نمیکنه. با زبان خوش و یا این طرف تا زبان تا. آخه بابا طوری نشده. من اشتباه کردم. خوبه؟ من اشتباه کردم. اشتباه کردی ها؟ آره دیگه من اشتباه کردم. شوهری که قول اینجونه با قاشق بخوره و میره بهتر بید. آخه من اصلا اتفاق آقا من معذرت خواهی میکنم. چه شده؟ این چیه؟ این برگ درخت بید. برگ درخت خیلی زیاده. برگ این درخت خیلی زیاد بید. این درخت زردالو برره بید. خب قدمتش برگرده به 270 سال پیش. یعنی این درخت 270 سال سن داشته بید. خب اینو بوا بزرگ من از هند آورده. سالی 2 بار میوه میده. پیوند زردالو با گره فروتون بید. ببخشید آقا، یک نفر داره منو تعقیب میکنه، میخواد منو بکشه. Buenas noches, señor Canush. ¿Para qué?
بله؟ نه میگم که من میرم اونجا قایم شم، به کسی نگی. کجا برفتی ها؟ حالا سحرناز و گول بزنی. یک گنجشکی نشانت بدم که 6 تا کلاغ ازش در بشد. Buenas noches, Paco. Buenas noches, señorita Sarnas. ¿Dónde estás, Kianush? من توضیح میدم برات. حالا دیگه از خانه در بری ها؟ من؟ مخت خواب برفته بید، نوبت تو بید. دارم من خودم فکر در بکنم بو. راستی بابا وگوهم بند گیوهات باز شده. گیوه که بند نداشته بی تقلب کردی؟ من تقلب کردم، من تقلب میکنم. چشات تراوش در بکنه که تو تقلب کردی. تقلب نوکرد؟ نه تقلب نوکرد بچم تقلب. ای بابا پس این یابوی من اینجا کدوم گوری برفت؟ من چه بدونم، چرا داد بزنی؟ بازی بلد نمیدی؟ کمک کن. این چه طرز خونه مردم اومدن بی؟ میخواد منو بکشه. یه جا منو قایم کن سالار جون، میخواد منو بکشه. چیه تون هر از خودت در بکنی؟ چی مشونه کی بخواد تو رو بکشه؟ سحرناز خانم میخواد منو بکشه. سحرناز بخواد تو رو بکشه؟ تو جنازه که کشتن نداری. شوخی نمی کنم. میخواست منو بکشه. اگه نیومده بودم الان مرده بودم. سلام بوا. خوش آمدی. چه وش شدی سحرنازم؟ همچین یه هوا عصبی به نظر ورزه ها. اون فراری رو ودیم به من تا حقشو وزارم کف دستش. تو دیگه شوهر وکردی، اخلاقای تنده تا باید وزاری کنار. پاوشو بیا بیرون. نمیام. نه وگو هم پاوشو. نمیام. یکی یه چیزی به این بگه سالار جون، یه چیزی بهش بگو. واه کسی که خونه باباش چوب نبکشه. شانس آوردی نبخوام خانه بوام خون بریزم، ولی وای به حالت اگر پات برسد خانه. مگه چه کار کردی که ای جور تندی وکند؟ من کاری نکردم. من کاری نکردم. نمیشد حتما یه غلطی خودت در بکردی. میگم کاری نکردم. نخودو باید با قاشق خوردم. که بچه بی حیا نوشفسکو با قاشق بخوردی خائن. نه نوشفسکو نبود، فلنجون بود. فلنجون نخود بود. تو خلنجون نخود با قاشق و خوردی چرمنگ. گر به گر وشم این روزا رو نبینم. پاشو بیا بیرون کارت دارم. برای چی؟ پاشو! امشبه که بیرون خوابیدی و فهمی که دیگه خلنجون نخودا با قاشق نبخورن. Buenas noches, señor Kianush. برو بابا.
آخیش اینجا چیکار بکنی؟ خوابیدم دیگه، مگه نمیبینی؟ و بینم. مگه خونه زندگی نباید داشتی؟ خب و پاش برا خونت بخواب. خب لابد نمیتونم برم خونمون بخوابم دیگه. الکی آدم نباید که تو میدون بخواب. حتما چیزی وش شده که وی اومدی اینجا بخوابیده. بله چیزی وش شده اومدم اینجا بخوابیدم. سرناز من انداخته خونه بیرون. یعنی چلمبه وش شدی؟ چی؟ چلمبه. چلمبه؟ چلمبه یعنی چی؟ چلمبه به داماد تهرانی وگوان که ویاد برره، زن برره‌ای وگیره. بعد این زن برره‌ای برای شب عروسی با اردنگ وی اندازتش بیرون. به این وگوان چلمبه. همینی که میگی من شدم. بله چلمبم. حالا قصه نه بخور. وپاش بریم خونه. وپاش. نه من همینجا میمونم. نه همینجا میخوابم من. نه خب میل خودت بید. اما اگه این ببرای برره وی اومدن و خوردنه دیگه مسئولیتش پای گردن خودت بید. ببر؟ ببرای برره توی جهان تک بید. هر کدوم 40 خروار داشته بیدن. 40 خروار؟ به نظرم خیلی بیکلاسی وکردن این کارو باید وکردن. منم میدونم من کاری نکرده بودم. این خلنجونو با قاشق خوردم. البته کار خوبی نکردی اما ای بابا این خوبی چاله رو بدیم پرش کنن دیگه. تو اصلا بدونی این چیه که میگی پرش بکنن؟ این چال اسکندرون بید. بله اسکندر مقدونی افتاده این تو. یه پیرمردی یه حرف حکیمانه‌ای بهش زده، اسکندرم متحول شده. پیرمرد کی بید از خود حرف در وکردی؟ این کی بهت وگفته؟ جان نثار وگفته اینو. جان نثار خیلی بیخود وکرد. اینجور نبود داستان. قضیه از این قرار بید که این اسکندر مقدونی وقتی وی اومد ایران پاش بررسید به این برره. درست همینجا اتفاقی واسش وی افتاد که الان واسه تعریف بکنم. داستان از این قرار بید که صندوق پایم دستم شمشیرم پایم شکست. سرداد چه شد؟ پایم دستم را بلکن. این کیست؟ به من لبخند میزنی؟ قیافت خیلی خنده درو کردنی بید. مانده بیدم با این دست پای چلفتو چطور این همه کشور و گشایی؟ کیستی که چنین گستاخانه با اسکندر مقدونی سخن میرانی؟ من رکسانا برره هستم، دلاور برره بزرگ. آیا شما تاکنون برای خود همسری اختیار کردید؟ هنوز دلاوری نیافته بیدم که لایقم ویتی. آیا منو لایق میدانید که همسرتان باشم؟ به شرطی که از این به بعد برره‌ای صحبت وکنی. قول بدم که از این به بعد برره‌ای صحبت وکنم. پس من هم همسرت وشم. من هم تو را ماه عسل به هندوستان خواهم برد تا هم هوایی عوض وکنیم و هم چند کشور و گشاییم. پس سر راه هم یه سر به فسا وزنیم. بزنیم. اینطور وش شد که این اسکندر با این رکسانه برره ازدواج وکرد. بعد ماه عسل رفتن هندوستان، اونجا از خودشون بچه در وکردن، اسمشون برگذاشتن اسی. از اونجا بعد هم یه اسکندر برره‌ای صحبت در وکرد دیگه. برره‌ای حرف وزد. بسیار داستان عجیبی بود. کجاشو ودیدی حالا بیا بریم خونه تا واسط برات تعریف در وکنم. بیا کجا بری برو تو. توی بازی حریف من نبشی با. من قهرمان گلیا پیچ بیدم. خیالت برسه همچی وبرمت که صفا در بکنی. فکر وکن با. فکر وکنه
تو کدوم بید؟ این نبید که تو خیلی زرنگ بیدی. از خودت تقلب در بکن. دبه نکن بوا دوباره. نوبت شما بید. حالا حالیت بکنم. حالا بگو تو کدوم بید بوا؟ بگو. تو این نبید. عجیب بید. عجیب بید. تو این بید. تو این نه. حریف من نبشی بوا. کاری بکنم پوزتو بزنم. کجای ما فرت و فرت دارم بوا را میبرم. همه جا حرف خواهرت بید. نشسته بیدی بازی بکنی. وی حرف خواهر من بید. همه براره دارن راجع به سرناز حرف در بکنن. چی بگوان پشت سر دختر من؟ وگوان که سرناز کیانوشو چلمبه وکرده. حقش بید. میخواست خلنجونه با قاشق نوخوره. موافق بیدم. موافق بیدی؟ ودونی کیانوش دیشب کجا بخوابیده؟ معلوم بید تو میدون. نه بخیر پیش نظام خوابیده بیده. نظام؟ به نظام چه ربطی داشته بید که توی چلمبگی داماد خانواده ما دخالت وکنه؟ ده همین دیگه. تو نشناسی اون مارمولک چجور بید؟ همجا پر بکرده که سرناز کیانوشو کتک وزیتی. حالا مخ کیانوشو وزنه که زندگیشو و پاشه. غلط وکرده. من میدانم با این نظام چه وکنم. وشی سر جات. اگه راست وگویی برو با خواهرت حرف بزن که یه جوری اون کیانوشو وکشه خونهش. نگران نباش موا. من میرم با سرناز صحبت میکنم. سرناز الان کجاست؟ از دیروز از خانه در نوه شده. درم رو من وا نبکرد. نگونه خودشو کتک بزنه. وی زبونتو گاز وگیر مرد. حرفا بزنی ها. مش تقصیر تو بید. لوسش کرده بیدی. از پایین براری زن و گرفتی همین بشد. بابا زن و شوهر دعوا کنن. حالا شماها چرا باور کردید؟ با دعوا نمک زندگی هستن. کجاشو ودیدی تازه اولش بید. من که بگو مثلا زنده نبمون. دیگه خیلی دارین تون میریم. من و سرناز هم دیگه رو دوست داریم. حالا عصبی شده یه چیزی گفته. بابا همین کارا رو وکنه که اینجور وشه دیگه. سرناز منو دوست نداره. چه جور وشه؟ الان بری ازش عذرخواهی بکنی دفعه دیگه قضیه شب همین بشه. یعنی چی؟ من نمیفهمم. اگه یه دفعه دیگه بندازتت بیرون میدونی چی بشه؟ چی بشه؟ اون وقت بشه چلمبه 2. بله. چلمبه 2؟ آها. چلمبه 2 یعنی الان توضیح میدم. یه داماد تهرانی وقتی از تهران بیاد اینجا برره زن وگیرد و زنش برای اولین بار با اردنگی شوتش وکند بیرون و شد چلمبه. اما برای دومین بار اگر شوتش وکند بیرون اون وقت وشد چلمبه 2. خب یعنی چی الان؟ یعنی اون مرد دیگه نمیتونه تو براره بموند. آقا چلمبه 2 خشکه چند همین الان حساب کنم؟ کیانوش حرفا میزنی؟ همه چیزو که با پول نبشه خرید. خب حالا باید چی کار کنم؟ من وگوان که بر روشو کم بکنیم. چطور؟ جان نثار بر پایین براره اسباب اساسات جمع بکنه بیاره بالا تا این سرناز بفهمه چه اتفاقی واسش افتاده. اینجوری خوشتون میاد؟ با جواب ودت کیانوش جان. جان نثار پوش. جان نثارم قربان با اجازه. سلام شیر فرهاد. خوب بده. چه کار داری بکنی؟ دارم وسایل کیانوشو میبرم بالا برره. با اجازه. اینجا چه خبره؟ چه کار میکرد؟ مگه نودیدی؟ آمده بید وسایل کیانوشو ببره. کجا ببره؟ کجا؟ خانه سردارخان. این مسخره بازی ها را بذارید کنار. برو دست شوهرت بگی بیا زندگی تانو بکنید. همان بهتر که نویاد. دیگه هیچ وقت نخوام ببینمش. چرا مزخرف خودت در بکنی؟ چلمبش کردی کافیه. بیاین سر خانه زندگی تان. دیگه نوخوام باش زندگی بکنم.
اساساشو برای چی بردن بالا؟ من چه بدونم؟ سرتا بگی بالا ببینم چی شده. جان نثار و گفت کیانوش دیگه نبخواد با من زندگی وکنه، بخواد زن بالا برره‌ای بگیره. خوبه شد؟ خواهر من اول کنه زن بالا برره‌ای بگیره. طلاقش بدم؟ جونتو خلاص بکن. پرت و پلا نگین. پی حرف نبری پسر. دختر بالا برری برات بگیرم خوشبخت بشی. نه بدونی دختر بالا برری چی بیده؟ مگه جرأت داره داماد چلون بکنه؟ تازه فقط هم غذای بالا برری بلد نیستم که درست کنن. غذای ایتالیایی، مکزیکی، فرانسوی، هر چی که وخوای درست کنی. چاینیز. خانوم مگه من به خاطر شکم میخوام زن بگیرم؟ تازه من زن دارم. من و سحرناز اصلا اختلافمون اونجوری نیست که بخوایم از هم طلاق بگیریم. باز حرف در وکرد از خودش. به آیندت فکر در وکن. بدبخت وشی. آینده رو ول وکن. سحرناز مگه بیزاره این زنده باشه که به آیندم داشته باشه؟ اصلا جوون برگت وکنه. خانم البته ببخشید، من میدونم که شما به خاطر علاقه‌ای که نسبت به من دارید اینا رو به من میگید. منتها من و سحرناز همدیگر رو دوست داریم. یه مقدار اختلاف جزئی فرهنگی داریم، اونم حل میشه میره پی کاره. هی میگه اختلاف فرهنگی به مرور زمان. کیانوش! کیانوش! آقا کیانوش، یه نفر با شما دم در کار بدارد. با من؟ بله با شما. کی؟ شیر فرهاد. شیر فرهاد. عجله نوکن. نیامده بید وبردید، آمده بید وکشدید. بکشه منو؟ بله. برای چی؟ شاید احتمالاً چون خواهرشو وقای طلاق ودی میخواد وکشدید. من میخوام خواهرشو طلاق بدم؟ کی گفته من میخوام خواهرشو طلاق بدم؟ همشیره ایشون زده من از خونه بیرون کرده، اومد برادرش اومده منو بکشه. همین و فرما پایین برادر همین بید دیگه. منطق حالشون نبید که. منطق حالشون نبید؟ از تحملم حدی داره. از دیشب منو در به در کردن. اینا اصلا چی میگن؟ من برم ببینم اینا چی میگن. کیانوش! جانم شیفرها جان. نزا! حالا بخوای طلاق خواهر منو بگیری ها؟ کی به شما همچی حرفی زده شیفرها جان؟ کسی که جرأت نکرده بید زبانش از حلقش میکشیدم بیرون، خود سحرناز بگفت. چرا تو زندگی مردم دخالت وکنی؟ شاید دلشون بخواد با از هم جدا وشن. از خودت وز در بکردی ها؟ همه این آتیشو از گور تو بلند وشد. چرا پای دیگران رو وسط میکشید؟ حرفت رو بزن. حرفم اینه که سرت بیخ تا بیخ میبرم روی سینت میگذارم. اصلا من هر کاری دلم بخواد میکنم. به شما چه مربوطه؟ غلط زیادی از خودت در بکردی ها؟ اصلا من حالا که اینطور شد همشیرتو طلاق میدم، یه زن بالا برره‌ای میگیرم. آخر زهر تاریختی نه؟ به من ربطی نداشته بید که من تو مسائل خانوادگی دیگران دخالت نکنم.
تا ابد که در این خانه نمیمانید. بالاخره از این گور بیرون بیایید. واقعا بهش وگفت؟ ها وگفت چیز هر کاری دلم بخواد میکنم، اصلا میرم یه زن بالا برره‌ای میگیرم. شیر فرهاد و وگی کرک و پر نشدم. ای کاش که من اونجا بیدم این قیافه شیر فرهاد و دیدم، حتما شده بید موش فرهاد. آقا کیانوش خوب توش بایستاد، باش حال نکردم. برشالله. حالا که پسر خوبی و شدی آستین بالا بزنم، یک زن خوب بالا برایی برات بستونم، جشن مفصل خیلی خوبم برات بگیرم. این غذا هم بخورید به افتخار عروسی آقا کیانوش. خلنجون نخود. من فهمیرم برای این خلنجون نخود اصلا فهمیرم. بخورید. سردار خور سودی در بکرد، یه نمره منفی. جان نثارم سودی در بکرد. فکر نمکن وقتونی به داور گول بزنی، سودی در بکرد، نمره منفی. عمه جان تو هم نمره منفی هم. خودت بیان داد. نگفتی؟ در بکردی خوشمزه بید عجب. خلنجون نخوده. سهرناز من اینجا چه غلطی میکنم؟ بگوه من اینجا چی کار میکنم؟ من باید حالو زنم باشم؟ هل نکن. حالا برای زن انتخاب کنی؟ نمیخواد انتخاب کنی. من سهرناز رو دوست دارم. من برمیگردم پلو زنم. چی بگوه نظام؟ دیوانه شده بی. چرا این کارو بکرد؟ سلام. اینجا کاری داشتین؟ من؟ نه. آخه نیست که اینجا بودین، گفتم شاید کاری داشتین اومدین. من نه، یکم اومده بیدم اینجا هوا بخورم. معلوم نبید؟ چرا؟ فقط همین؟ وگو هم شما کجا داشتین برفتین؟ هیچی، منم اومده بودم بیرون هوا بخورم. خداحافظ. خداحافظ. وگو هم که خب راستش من اومده بودم این ساعت بهت بدم، گفتم یه وقت دوستش نداری اذیت نباشی بدون ساعت همون؟ خب راستش منم داشتم می اومدم خونه پیشت. پیش من؟ وگو هم مگه تو قرار نبید زن بالا برره‌ای بگیری ها؟ من غلط بکنم؟ نه. خب راستش ودونی چی بید، منم خواستم که ازت معذرت بخوام که بعضی وقتا از خودم خشونت در بکنم، دست خودم نبید. منم معذرت میخوام. سهرناز اینجا چی کار بکنی؟ به تو چه مربوط بید؟ دارم با شوهرم حرف بزنم. شوهره؟ تو اگه شوهر نگهدار بیدی که اینجور چلنبش نبکردی. میگم سهرناز گفتی که میخوای دیگه خشونت به خرج ندی، نه؟ حالا بعضی وقتا هم خشونت به خرج دادی ضرری نداره. پس با اجازه.
سحرناز بریم. بله.